دریای بخش این همه 400 میگیم همینجا جایگیر یک 2 کیلومتر زیادتر این ما پایان حالتی که آبانبار شود انا آب دره حکیمی اینجا هست که این آب در میخره با پایین قشل خورم یا خاکی ما معلومه که مرقمه ممکنه بین یه هفته ده همه این برام خاندان مقیم حسنف ساکن 75 ساله دهی حکیمی ناحیه نورآباد قرار است خانه ای را که چند نسل اینجا زیسته است ترک کنند زیرا با بنیاد آبانبار راغون دههشان زیر آب خواهند ماند. برای آنها در دهه سیبستان ناحیه فیض‌آباد زمین دادند ولی میگوید برای بنیاد منزل کمکشون نکردند و جبران پولی خانه و باغهایشون طی سالها بی قرب گشته است. به قبل او سالها پیش مقامات به محل زیستشان آمده منزلشون را نرخگذاری کردند ولی نمیداند حجم مبلغ چند است و چرا تا حال آن را نمیدهند. و برای حل این مشکل به دوشنبه به مؤسسه دولتی مدیریت منطقوی زیر آب شونده راغون آمده بوده است ولی میگوید در این اداره قبولش نکردند. در این اداره در صحبتی بدون صد به رادیو آزادی گفتند زمانی که این مرد آمده بود نزد رهبرشون مهمانی بوده است و همزمان تاکید نمودند که برای شنیدن عرض و شکایت ساکنان نزد در بنا قطعی مخصوص گذاشتند. یگام سوم پولی گرفتگی نیستیم اگه به نفقه ساختمان کن میشه بعد ایمامو که وقتی که ساختمان‌های ما رو به حساب گرفتن و مبلغ جدا کردن این خیلی قیمتی نبود از اون جمله مسئله ساختمان به این درجه نبود حاضر به درجه نرخش گرونه که یا تخته که پیشتر هم تخته 50 میشه و 150 تومان خب همین را خوب میشید که اگر همین مبلغ را زیادتر کنن موافق شرایط مردم با مبلغ تامین کنن. زنبور پروری، چارواداری و کشت کرتاشک منبع اساسی درآمد و زندگیشان بوده است. میگوید ضرورت بنیاد نیروگاه و مهاجر شدنشان را درک میکنند ولی بی توجهی مقامات در تأمین شرایط برای کوچیدن و ادامه زندگی در جای دیگر آنها را نگران کرده است. به قبل اون نامعینی ها در روند مهاجرت نقشه های آنها را در زندگی به هم زده است و نمیداند چنین تشویش هایشان کی به پایان میرسد. همین خیلی کاری ما رو راهگیری هم تیزتر ما رو میخریدن بسیار خوب بود برای که نه در اینجا که کار کن میده نه در اونجاش نمیشه آخه اینجا ساختمان کنی نمیدونم اگر یک جای دستشویی ساز کنی میگن که اینجا منطقه زیرآبی ممکن نیست اینجا نمیتونی اونجا ده مبلغ نیست که ما بریم یکم چی بکنیم. مقیم حسنف و بعضی همدیهگانش مشکل دسترسی به آبی آشامیدنی را در جایی که آنها را میکوچانند از کمبودی های دیگر نامید. گپرسکی خود وطن خوب وجه بود لیکن او پروبلم اگر یکم کمبودی نداره. برخی از آنهایی که 12 سال پیش از منطقه آبانبار کوچانده شدند میگویند در جای نه با مشکلی ها روبرو هستند. این دهه‌ای را که در پهلوی دوشنبه جایگیر است راغونیان نام میبرند. ساکنانش سال 2014 از دهه 400 نورآباد به اینجا کوچانده شدند زیرا منزل‌هایشان در مکانی بود است که با بنیاد نیروگاه راغون زیر آب میمانده است. وعده کردن که 20 زمین چیتون لیکن برای اون کارشکا پاسکا کوریان ندادن. اگه بچه همون زمین ندادن انا بچه همون اینا خودمون خدادن یک خونه با وعدم که 75 کس همجا به زمینه زندگیشو باز بینه خواهد به مرخونه مکتب هسته مکتب خوب دورم این بلاده. اینجا زمین های کشت و چراگاهی کافی برای چاروان ندارند. بنابراین اکنون یکی از منبع های اساسی درآمد آنها مهاجرت مهنتی شده است. برخی از جایگیر کردنشون در نزدیکی پرتابگاه بزرگ ناراضی‌اند. افرادی میگویند هرچند در دسترسی به آب تنقیصی میکشند در مسئله های دیگر وضع و شرایطشان بد نیست. خصوص شرایط زندگی 100% هیچ یگام کمبودیش نیست. همه اینا راه پام نسوس کردن سوید آوردن شگر همه تینج. در وقتی همه سوید که نباشه و نسوس همین نسوس او کچاد میکنه اگر که یگام ویران میشه و چی میشه و اون وقت چیزا با او تنقیصی های میخریم با او اونجا چی میکنن با بسیاری آدم خودشون نسوس زدگیان همون نسوس خودشون با چی میکنن او تامین میکنن با میریم با اونجا دیگه با همون همسایه ها و چی با میگیریم با خونمون با میوریم.
برای بنیاد آبانبار راغون به اطلاع رسمی باید بیش از 50,000 نفر از 69 محل اهالی نشین در شهر راغون و ناحیه‌های رشت و نورآباد کوچانیده شوند. با نظر داشته افزایش اهالی در محله‌ها یا حالت‌های مرگ و میر چنین آمار می‌تواند تغییر یابد. ماه اوگوست سال گذشته پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات با بیناکاران راغون گفت تا حالا 15400 نفر از ناحیه نورآباد و شهر راغون در ناحیه‌های دنقره، نورآباد، رودکی، فیض‌آباد و شهرهای ترسونزاده و راغون با منزل زیست و قطعه‌های زمینی نزد حملگی تامین گردیدند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان به نامه رادیو آزادی پاسخ داد که بر اساس قرار حکومت به خانواده‌های کوچانیده شده 5000 سامانی قرض امتیازناک 200 سامانی به سردار عائله و 100 سامانی به هر یک اعضای عائله کمک یک وقتینه مادی پرداخته می شود. به اطلاع این نهاد پس از کوچانیدن خواجگی و عائله‌ها در موضع‌های نو از جانب مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیریاب شونده ایندیا راغون، ساکنان با جای زیست، آبی آشامیدنی، بیمارخانه، مکتب، زمین‌های کشاورزی و چراگاه‌ها و دیگر اینفراستراکچور ضروری وابسته از شکل فعالیت تامین و نظارت کرده می‌شوند. به نظر یوگنی سیمونوف، کارشناس اکولوژی، بانک‌های سرمایه‌گذار بر راغون مسئله زیست محیطی و اجتماعی را نیز باید به اینابت گیرند. Политика любых международных банков развития предполагает обязательную سیاست هر گونه بانک بین المللی رشد طلب می‌کند که خطرهای زیست محیطی و اجتماعی در لایحه‌هایی که آنها مبلغ گذاری می‌کنند حتماً به حد اقل رسانیده شود. در مورد نیرگاه راغون این رعایت نشده است. مثلا گزینه ساختمان آبانبار انتخاب کرده شد که مهاجرت اجباری افراد به 60,000 رسید. در برابر نگرانی ها از شیوه کوچانیدن و سالها معلق ماندن وضع هزاران خانواده، سالهای اخیر کشال یافتن ساختمان و افزایش خرج آن یک جا با استفاده درست و شفاف مبلغ ها در ساختمان راغون سوال برانگیز شده است. ماه اپریل امسال پارلمان تاجیکستان پیشنهاد حکومت برای زیاد کردن حجم بودجه سال 2026 را قبول کرد که بر اساس آن حجم بودجه 916 میلیون سامانه زیاد کرده می شود و این مبلغ برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون صرف خواهد شد. سال گذشته بر اساس معلومات رسمی ساختمان نیروگاه از حساب بودجه دولت بیش از 10 میلیارد سامانه مبلغ گذاری شده است. در مجموع دوام سالهای 2008-2024 نیروگاه راغون از حساب بودجه دولت و دیگر سرچشمه‌های داخلی به مثل فروش سهمیه‌ها و یورو باندها بیش از 42 میلیارد سامانه سرمایه گذاری شده است.